حیوان هم خوراک میکنه، هم نوشاک میکنه، هم استراحت میکنه. تو هم همون قسم باشی، فرق در کجاست؟ تو انسان درک نکردی مسئولیت خدا. موجود خیلی با ارزش در کائنات الله متعال تو انسان بودی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در احسن تقویم تو را پیدا کرده، حاکم گردانیده تا، قوه تسخیر برات داده. در فضا تو حکومت میکنی، در بحر، در زمین، کلی گپار الله بری تو داده. با می خاطر پیدا شده بودی که شکمی تپر کنی؟ کلا قطعنا تو مسئولیت بزرگ داری. و یدعو الانسان بیشتر دعاه. علت چیست؟ الله علت بیان میکنه. طلب میکنه انسان، یا در زبان یا در عمل، هر نوع طلب. بیشتر بشر عذاب طلب میکنه، دعاه به مثل طلب کردنش بالخیر خیره. و کان الانسان عجولا. انسان خیلی شتاب زده است، خیلی عجله میکنه. انسان عقلش قدر ناقص است که بس اوقات دلتنگ میشه، بجای از اینکه خیر طلب کنه شر طلب میکنه. یک کمکی که دلش قید شوه چی میگه؟ یا الله مرا جانی مرا بیگ. نمیگه، به اولاد خود بددعا میکنه. ظرفیت خیلی کم است. ظرفیت انسان خیلی کم است، خیلی حوصله نداره. یک کمی در کل عمر ما نعمت آمده یک ماه نعمت بند شد از ما. سر و صدای ما را دنیا میگیره. با الله جنگ میکنیم نعوذ بالله. یک بچه، دو بچه، سه بچه، 10 بچه، یک بچه حادثه میکنه، مادرش گریبان پاره میکنه، والله خدایی چپه شوا. نعوذ بالله. انسان خیلی کم ظرفیت است. نعمتهای بزرگ الله را نادیده میگیره. فقط متوجه خلاص که خلا پیدا شد و خلاص باز هیچ توان نداره. یک مطلب است. دوم مطلب، اصل مطلب است. این بسیار مهم است در زندگی ما. چه چیز برای انسان خیلی اهمیت داره در زندگیش؟ شما خبر داره؟ الله به انسان قوه تفکر و تأمل داده. الله اکبر. امی قوه تفکر و تأمل است که انسان در اوج فضا کشانده. در اوج فضا. امی قوه تفکر است که انسان حاکم سر کل کائنات کرده. اگر این قوه تفکر درست استفاده شود، سنجش شود، عجله نکنی. عجله قضیه را، موضوع را خوب تمام جوانبش سنجش کنی، تو انسان هستی. این دنیا هم برات یک دم چیست؟ خوشحالی است. اما انسان تأمل نمیکنه، شتاب زده است. در هر چیز زود، در هر چیز حرکت. امی مشرکین مکه که قرآن قبول نکرد، امی بنی اسرائیل که از قرآن اعراض کرد، چرا؟ از عجله کار گرفتن. اگر یک کمی تأمل میکردن، رد کردن معجزه معراج از طرف مشرکین مکه از شتاب زدگی است. اگر یک کمی تأمل میکرد که خوب پیغمبر خو میگه که قافله تا اونجا شطور گم کرده بود میایه، والله که گپا میزنه تو باش که منتظر شم که قافله خو بیا پیش از پیش ما چرا چیسته رد شروع کنیم و آوازه را پخش کنیم که پیغمبر دیوانه شده. در میقدر مقدار یا تأمل نکردن شتاب زده است. اگر انسان شتاب زده نباشه، از عجله کار نگیره، کامیاب است. امروز در افغانستان ما مثال براتان میدم. الا وهابیست، زنم میگه وهابی، خردم میگه وهابی، جوانم میگه وهابی، پیرم میگه وهابی. خب وهابی کی را میگه؟ هر کدومش پرسان میکنی؟ نمیفهم. چقدر خوب است. والله وهابی قدر بد است. کی است ای وهابی؟ محمد ابن عبدالوهاب یک شخص است، یک عالم است. بله. کجا تیر شده؟ نه، همفر او جاسوس انگلیس کتاب نوشته کرده که من خوب نفر پیدا کردم، مرا مامور کرده بود انگلستان که برو کار کو. ما آمدم که هر جا گشتم خوب آدمی که چی است امو مقاصدی مرا برآورده میکنه، محمد ابن عبدالوهاب یافتم. اگر الله ما را عقل داده باشه، یک جاسوس انگلیس کلی کارکردگیای خدا، کلی کاروایی خدا برملا میسازه؟ برملا میسازه؟ پنهان میکنه؟ بگوی جاسوسی گپا را پنهان میکنه، برملا نمیکنه. ملاهای ما در سر منبر زمزمه میکنه میگه پارا تالی را. خب خیر، همفر همی کتاب نوشته کرده به نام همفر.
عجیب کتاب است. امسال این کتاب 12 صفحه داره، سال دیگه بازی 40 صفحه جور میشه، سال دیگه 120 صفحه جور میشه. این چی رقم کتابی انفر است که سال به سال دیگه اضافه شده میره. دو سوم، همفر خو نوشته کده آلی سخن همفر وحی الله است، آدم بپذیره. قرآن خو بر ما میگه اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. والله ما خو مامور به تبیین شدیم، چی بکنیم تبیینه؟ تو باش یک کتاب از را پیدا میکنیم، کتاب توحید در دست آمد، از اول تا آخر مطالعه بکو که در موضوعش یک کتاب دیگر امتای ازی همسان ازی پیدا کرده میتونی یا نمیتونی، رد کرده میتونی یک موضوعش یا نمیتونی. قوت استدلالی مردکه که به قرآن و حدیث دلیل گرفته و موضوعات آورده توحید برات معرفی کرده، آلی دیگه باید بشناسینی. لیکن انسان چیست؟ بگه از عجله کار میگیره، شتاب زده است. اگر انسان از تعامل کار بگیره هیچ وقت ناکام نمیشه، هیچ وقت. ما رد میکنیم، قرآن امیره میگه و یدعو الانسان بالشر، طلب میکنه انسان بالشر شر، آن چیزی که بخیرش نیست سببی بدبختیش میشه. دعاهو به مثل طلب کردنش بالخیر خیره، خیر آدم زیاد تلاش میکنه که زود زود بکنه، انسان اینجا هم تعامل نمیکنه، تلاش میکنه. و کان الانسان عجولا، طبیعت فطرت انسان چیست؟ عجول است، شتاب زده میباشه، بدون از اینکه یک قضیه را خوب بررسی کنه. امی که در دم ریش آمد الا شرشورک است. در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه الانات من الله، انات از جانب کیست؟ بسیار به دقت سنجیدن یک کار، کل جوانبش، قدم به احتیاط ماندن، ای از جانب کیست؟ والعجلة من الشیطان. در کل چیزا، خانه میخری عجله نکو، زن میگیری عجله نکو، یک کار در پیش خود میگیری عجله نکو، خوب برزیابی کو، کل جوانبه بعد از او باز اقدام بکو به یک کار، ناکام نمیشی. خود چون انسان عجله کار است، از امو خاطر در بدر است. اگر در قرآن یک کمی تأمل شوه، چقدر نیکبختی ها به انسان میآید. کمی تأمل شوه، خود چیست که انسان عجول است، نه میگه ایره من کار ندارم. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما گردانیدیم شب و روز آیتین، دو نشانه قدرت خود که مردم بدانه، از این دلیل بگیره بالای وحدانیت و یک تاپرستی ما در نظام زندگی انسان که تحولات میآید. از یک طرف الله متعال شب و روز مختلف گردانیده، یکیش روشن یکیش تاریک، یکیش سرد یکیش گرم، خوب یکی دراز یکی کوتاه، گاهی تغییرات متنوع دیش میاد، یکی پای دیگه آمده رایسته بنابر مقاصد خیلی بزرگ. خوب الله متعال میگه این علامه و نشانه برای شناخت یک تا پرستی خود گردانیدیم. الله میگه فمحونا آیت اللیل، ما محو میکنیم امون نشانه شب که مراد از پیشش چی است؟ محتاب است، او را محو میکنیم، روشنیش میگیریم. و جعلنا آیت النهار مبصرة، ما نشانه روزه که آفتاب است او را گردانیدیم مبصرة روشن. چرا؟ لتبتغوا فضلا، که شما طلب کنی فضلا رزقا من ربکم، از جانب پروردگارتان، برای کسب معیشتتان برای در روشنی. این روشن است، هر کس میره برای پیدا کردن رزق خود. یک ولتعلموا، که شما بدانی عدد السنین والحساب، شمار سالا را، والحساب حساب بفهمی، هفته ماه روز ایگه پا براتون واضح شود. و کل شیء فصلنا تفصیلا، تمام چیزایی که مورد ضرورت انسان است الله متعال میگه ما بیان کردیم تفصیلا، به تفصیل یعنی به قدر ضرورت. الله متعال میگه ما بیان کردیم، این نگذاشتیم. چیزی ما احتاج انسانه الله اموتور پنهان نگذاشته، یا قاعده کلیش بیان کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح کرده، یا جزئیاتش الله متعال بیان کرده. در اینجا الله دعوت میده که انسان عجول است، شتاب زده است. اگر شتاب زده نباشه بسیار زود در اصل مقصد پی میبره. نظر بکنه در شب و روز، همیشه شب است یعنی که روز هم میاد. خب شب تاریک است و روز چیست؟ روشن. اگر کلش روشن می بود به منفعت انسان نبود، اگر کلش تاریک بود به منفعت انسان نبود. انسان تفکر میکنه اگر کل عمر ما اجنه و سختی نمی آمد، کلش همینطور راحت می بود، این به نفع آدم نیست.
اگر کل عمر راحت چیسته تکلیف باشه یوم به نفع آدم نیست. یکی پی دیگه بیایه خب است انسان بیدار میشه، انسان هوشیار میشه، تکبر دید پیدا نمیشه. اگر تو در نعمت ها مال هستی همیشه، اکثر عیش پرستا کدام مردم است که مال و دارایش خیلی فراوان است سختی سرش نآمده؟ امی آدم که یک روز مریض شود باز میفهمی تا که مریض نشده بود یک روپر خیرات نمیکنه، که مریض شود باز میبینی که چطور به مردم وصیت ها میکنه که ایره دو بده ایره دو بده. انسان تعامل بکنه. حالی میبینیم که حالات متنوع الله در زندگی میاره برای بیداری و هوشیاری انسان است و ای به نفع انسان است. انسان باید دی تفکر بکنه. در اینجا اشاره به این شد که کل نظام زندگی ما تعلق به شب و روز داره. اگر شب و روز نمی بود کل زندگی ما در هم بر هم میخورد. این نظام کی پی میچلانه؟ کدام ولی؟ کدام پیغمبر؟ کدام ملک؟ در این چلاندن نظام امرای الله کسی شریک است؟ قطعا نیست. پس وقتی که این نظام زندگی تا الله برابر کرده که تو تمام حسابای کاری تا امروز مسئله حساب کل معاملات دنیا سری مسئله حساب میچرخه. میچرخه نمیچرخه؟ میچرخه. خو این کار کی میکنه؟ الله. پس لایق عبادت کیست؟ هم الله است. عجیب است که نظام الله برات برابر کرده باز میری سجده را در پیر صاحب میکنی. این نظام الله برات کرده باز میری مشکلیت از قبر طلب کرده رایستی. تک 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 چوبک زده رایسته قطی سنگک ما آمدم اولادم نمیشه آلوچک میندازی. این کدام گپ است؟ پایت میلخشه بجای از اینکه یا الله بگوی یا علی یا ابوالعباس یا سخی یا پیرانی پیر یا فلانی بابا خیلی زیاد است. او بابا خود نجات داده نتونست بیچاره، او تو بری از او صدا کده رایستی، او بر تو محتاج است که یک دعا برش بکنی، او بیچاره را دمی گورم آرام نمیمونی. بابا گفته صدا کده رایستی. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، تمام انسان الزمناه متصل ساخته میشه، لازم ساخته میشه امرای انسان طائره امو عملشه یا قسمتشه، اگر خوب است اگر خراب است، فی عنقه در گردنش اج از او جدا نمیشه. و نخرج له میکشیم برای همین انسان یوم القیامت در روز قیامت کتابا عمل نامه از او را یلقاه که میبینه رو برو منشورا گشاده شده. انکار کده نمیتونی. تصویرت میآید، کارت میآید، روزگارت میآید، سخنت میآید، پدرت انکار کده نمیتونه. الله متعال میگه و انسان بفهمی در این روزگار مسئولیت بزرگ داری. عملت قطعی تو یک جای است جدا نمیشه، خلاص جدا نمیشه. که وقتی عمل دست پیش جدا نمیشه چه قسم عمل باید داشته باشی؟ مجموعه بزرگ مردم در میدان نشسته با کدام عمل اونجا بری؟ هیچ کس خوش نداره که دمو مجموعه با جنایت خود پیش بره. میره در مجموعه که الله متعال کل مخلوق انسانیت در میدان استاد میکنه و یکه طلب کرده میره و حساب و کتاب شروع میشه. خوش داری که با عمل بد بری؟ نه، قطعا خوش نداری. الله متعال میگه بس است. خو انسان عجول است. عجول اگر عجول نباشه یک کمی تفکر بکنه که ما باید چی بکنم، عمل خوب بکنم یا خراب. اینجا طایر گفته عربا زمانی که از فال بد و خراب یا نیک از زمین میگرفتن در سفر که میرفتن پرنده را حرکت میدادن میپراندن. اگر راست میرفت بدر میرفتم کاری خود ادامه میداد، اگر چپ میرفت نگه نمیرم از کاری خود من نمیشد. بعضی پرنده ها را بیخی مشخص کرده بود مثل آلی. ما او روزان براتان بیان کردم چی روبا اگر وقت بزنه خلاص دیگه مردم میگه کار سرچپا آمد، کار خراب میشه. این کارا را دین اسلام کل شرط کرد. هر کس که به این کار اعتماد اعتقاد میکنه شرک است. چی است؟ شرک است. این الرقا و التمائم و تیرته در یک حدیث میاد تیره اینمی را میگه. اینجا مراد از طائر چی را میگه؟ بعضی مفسرین میگه طائر عبارت از پرنده است. عمل انسان هم پرنده است. هر کار که میکنی از وجود تو میپره، از وجود تو خارج میشه. پرنده است، همین عملت است. بعضی مراد از طائر امو قسمتی که در تقدیر الله برات نوشته کرده
او قطع تو لازم است، جدا نمیشه. خوب است یا بد است؟ چرا الله نوشته کرده؟ الله علم داره که اینی بنده را پیدا میکنم، اینی امکانات برش میدم، اینی زمینه را مساعد میکنم، اینی هدایت برش میکنم، لیکن این آدم به اختیار خود در جای ازی که اینی را بره، اینی را تعقیب میکنه، اینی را تعقیب میکنه. ولی الله برش قبلا معلوم است که تو کدام راه را میری، کدام کار را میکنی. از امو خاطر امو قطع تو لازم است، حتما امو کار را میکنی، اما به اختیار خود. الله تو را مجبور نکرده. چرا؟ امروز تو از خانه حرکت کردی، هیچ جبر نبود، در ترجمه آمدی، همیالی میخیزی بدر میری، هیچ مجبور نیستی. از امو خاطر کسانی که سری تقدیر ملامتی را میپرده که در تقدیر برم نوشته بود، وقتی اعتراضی تو قابلش شنیدن بود، قابل قبول کردن بود که دو چیز برای تو واضح می بود. یکی علم می داشتی که در تقدیر برای من اینی چیز نوشته شده. مثلا نعوذ بالله تو علم می داشتی که در تقدیر برای من قتل نوشته شده، من قتل بکنم، باز تو قتل میکردی؟ علم تو علم نداری که برای چی نوشته شده. دوم، در وقتی انتقاد تو قابل قبول بود که تو کارا را غیر اختیاری انجام میدادی، اما انسان کل کارا را اختیاری انجام میده یا غیر اختیاری؟ اختیاری. دو همشیر است، صوبکی یکیش در ترجمه میاد، دیگهش میره در لسی مریم چکر میزن. یک برادر در ترجمه قرآن کریم بیا، دیگه برادر اونجا تلویزیون فیلم ها را سیکده رایست. هر دو به اختیاری خود است. از او خاطر سری تقدیر هیچ نوع ملامتی را کسی پرتافته نمیتونه. الله متعالی میگه هر انسان امرای عمل خود لازم و ملزوم است، جدا نمیشه. کدام عمل خوش داری که امرایت باشه؟ یک لباس است، لباس یک لباس است در وجود ما و شماست، تقریبا لازم واری است. کدام لباس خوش داری؟ قیمتی را، خب زیب داشته باشه، خب پاک باشه، خب تو را آراسته کنه. عمل لباست است، عمل لباست است. مثل که لباس سری تو پرده انداخته، عمل هم اینمی قسم پرده را در روز قیامت برات میندازه. این حالی دلت که کدام عمل اختیار بکنی، عملی که در پیش مردم مخلوق برات ببینه جنایتی تو را، یا عملی که مخلوق ببینه رشک بخوره که کاش که عمل من انجام میدادم. بس در اختیار خودت است که حالی چه رقم لباس اختیار میکنی، چه رقم عمل برای خود اختیار میکنی، از خودت است. و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا. الله متعال میگه هر انسان عملنامهش دادم روش گذاشته میشه. اونجا عملنامه تنها عملنامه خبر داری، کامراهای مخفی الله متعال در وجود تو نصب شده، خبر داری؟ اعضای خودت است. اعضای وجود ما کامراهای نصب شده کیست؟ الله متعال. در روز قیامت انگشتت شاهدی میده، دستت شاهدی میده، چشمت شاهدی میده، گوشت شاهدی میده، زبانت شاهدی میده. آن چیزی که قابل گپ زدن نیست الله او را کلش نطق میده و بیان میکنه. دست میگه این کار سر ما کردی، چشم میگه این نظر سر ما کردی، گوش میگه این شنیدنی غلط سر ما کردی. دیگه خو که دو ملک امرای تان کرامن کاتبین است، از او خم جدا شده نمیتونه. این را خو بگذار، زمین الله هم سرتان شاهدی میده. این زمین نیست، این شاهد الله است. در روز قیامت سرتان شاهدی. دیگه او انسان کدام طرف؟ آدم در یک فابریکه کار میکنه، در یک جایی که کامره است، یک قدر خوب آرام آرام بیری که کامره نباشه. در یه ورایی که در کدام جای کامره ترافیکی است، سعی میکنه که امو حرکت خود تو نرمال میکنه که پرسان نکنه. زمانی که از کامره خلاص میشه در تٹ و تاپ میپرتشه، لیکن از الله متعال در یک لحظه چی نمیشی؟ گم شده نمیتونی. کامره های الله همیشه سرت است. حالی دیگه کدام طرف میری؟ اقرا کتابک، برات گفته میشه در روز قیامت بخون کتابت، عمل نامه خودت اعتراف کو. کفا بنفسک الیوم، کافیس برای خودت، الیوم امروز، علیک بالای خودت، حسیبا، نفس خودت بالای تو حساب کننده است. حاجت به شمار دیگران نیست، خودت وجود خودت شاهدی میده، محاسبه میکنه، خیر و خلاص. الله متعالی طور نظام داره. من اهتدا فانما یهتدی لنفسی، بله کسی که راهیاب میشه در دنیا، هدایت یاب میشه در دنیا. کی هدایت ناب میشه؟ اسباب هدایت در پیش میگیره. اسباب هدایت کدام است؟ قرار خونه میکنم صبحکی خیر است، یک 20 روپیه 50 روپیه مصرف میشه، میرم در ترجمه قرآن کریم میشینم، بسیار گپا را یاد گرفتم. اگر هدایت برای خود کمایی کردی،
فانما یهتدی لنفسی، یقینا او راهیاب میشه، یعنی فایدهش برای نفسش است، نفعش برای نفس خودیت است. و من ضل، کسی که گمراهی را اختیار میکنه گمراه میشه، فانما یضل علیها، یقینا گمراه میشه که تاوان گمراهیش علیها بالای نفس خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، نمیور داره وازره نفس گناهگار وزر اخرى، بار گناه دیگه نفس نمیور داره. کسی که دعوت به گمراهی داده خو میور داره، ولی او دو گناه کرده، یک گناه گمراهی خودش، دیگره که دعوت داده او بار دعوت دادن نمیور داره، نه از گناه آدمه. گناه آدم قطعی خودش است. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله متعال سه قوانین بر ما ذکر کرد. و ما نیستیم عذاب دهنده تا وقتی که روان کنیم پیغمبر، تا پیغمبر روان نکردیم کسی را عذاب نمیدیم. سه قانون الله بیان کرد. هر کسی که راه هدایت در پیش میگیره فایده خود، اگر راه گمراهی را در پیش میگیره تاوانش سر خودش، خلاص هر کس در معامله خود گرفتار است. یک قانون. دوم، هیچ نفس باری و نفس دیگر را ورداشته نمیتونه. حالی پیدا میشه میگه این کار بکن، زیمش سر ما میدانم جواب دادن غلط میگی، دروغ میگی. او جای ترال است یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روز فرا میرسه که چی است؟ برادر از برادر، از پدر، از زن، از اولاد گریز است، گریز. در پدر خود اینطور تمنا میکنی کاش که گناه ما سری پدر میبود، پدر میگه سری بچه میگه. اینطور حال است، تو در اونجا برداشته میتونی. سوم اصل، و ما كنا معذبین، نیست ما عذاب دهنده حتی نبعث رسولا، تا که روان کنیم پیغمبر به مردم حقیقتا معلوم شود تمامی مسائل. بعد از او اگر این مردم مخالفت دستورات پیغمبر کرد، بعد از او الله باز عذاب برش داده میشه. آیت دلیل بالای عزیزته که کدام اطفال در سن بلوغ نرسیده وفات میکنه، در کجا هستند؟ یک. دوم، کسانی که در فترت وحی انقطاع وحی آمده، یک پیغمبر وفات کرده وحی نامده، مثل در بین بالا شدن عیسی علیه السلام و در بین رسول الله، این فترت وحی است، انقطاع وحی. او مردم در کجا میره؟ مردمی که گنگ است، کر است، کور است، که راه هدایت برش معلوم نشده، در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه که 4 نفر اونجا احتجاج میکنه. کر میگه که یا الله مرا کر کرده بودی، دلایل دین نشونیدم که من عمل سرش میکردم. کور میگه که من ندیدم راه دینه. طفل میگه که یا الله مرا بالغ نکرده بودی. و چی در یک روایت ریش سفید آمده که در ریش سفیدی اسلام آمد که عقلم از بین رفته بود. مجنون میگه که من خو عقل نداشتم. در دیگر روایت میگه که کسی که در فترت وحی آمده اون میگه که یا الله برای من دعوت نآمده بود. چی میشه؟ در این مورد 40 قول از مفسرین و محدثین نقل شده. راجح قول که کل دلایل جمع میشه. ابن قیم رحمه الله میگه که نه، یار الله در اونجا مورد امتحان قرار میده.